حاصل ترکیبی از اسطوره‌های عشقی قرن 19 و اسطوره‌های مصرف‌گرایانه قرن 20 است که در ذهن ما جایگیر شده‌اند. به عنوان مثال، شرکت کوکاکولا نوشابه‌های رژیمی‌اش را با این شعار به بازارهای جهانی عرضه کرده است: کاری را بکن که احساس خوبی بهت می‌دهد، نوشابه رژیمی. حتی آنچه را مردم شخصی‌ترین امیال خود می‌پندارند، معمولاً نظم خیالی تعیین می‌کند. اجازه بدهید به عنوان مثال از تمایل عمومی برای مسافرت به خارج از کشور صحبت کنیم. در این مورد هیچ چیز طبیعی یا بدیهی وجود ندارد. یک شامپانزه نر آلفا هرگز به فکرش خطور نمی کند که از قدرتش استفاده کند و به مسافرتی در قلمرو شامپانزه های مجاور برود. نخبگان مصر باستان از ثروتشان برای ساختن اهرام و مومیایی کردن جسدشان استفاده می کردند، ولی هیچ کدامشان به ذهنشان نمی رسید که برای خرید به بابل بروند یا برای اسکیبازی سفری تفریحی به فینیقیه را تدارک ببینند. مردم امروز بخش زیادی از پول خود را صرف سفرهای تفریحی به خارج از کشور می کنند، زیرا معتقدان راستین اسطوره‌های رمانتیک مصرف‌گرایی هستند. رمانتیسیسم میگوید برای اینکه بتوانیم حداکثر قابلیت‌های انسانی خود را به کار گیریم، باید تا آنجا که میتوانیم تجربیات گوناگونی کسب کنیم. باید وجود خود را به روی طیف گسترده‌ای از عواطف بگشاییم. باید روابط گوناگون را بیازماییم. باید دستور غذاهای مختلف را امتحان کنیم. باید بیاموزیم که از انواع مختلف موسیقی لذت ببریم. یکی از بهترین راه‌ها برای رسیدن به تمام اینها گسستن از عادات روزمره، پشت سر گذاشتن محیط‌های آشنا و سفر به سرزمین‌های دوردست است که در آنها امکان تجربه فرهنگ‌ها و بوها و مزه‌ها و هنجارهای مردمان دیگر وجود دارد. ما به کرات اسطوره‌های رمانتیکی میشنویم در این باره که چطور یک تجربه جدید چشمان من را باز کرد و زندگیم را تغییر داد. مصرف‌گرایی میگوید برای رسیدن به شادکامی باید تا آنجا که میتوانیم کالاها و خدمات گوناگون را مصرف کنیم. اگر احساس میکنیم چیزی کم است یا آنطور که میخواهیم نیست، احتمالاً باید کالایی بخریم: اتومبیل، لباس جدید، غذای ارگانیک یا از خدمات خاص مربوط به خانه‌داری، مشاور خانواده، کلاس‌های یوگا استفاده کنیم. هر آگهی تبلیغاتی تلویزیونی افسانه کوچک دیگری است درباره رابطه زندگی بهتر با استفاده از این یا آن کالا و خدمات. رمانتیسیسم به عنوان مشوق تنوع به طور کامل با مصرف‌گرایی جفت و جور است. ثمره آمیزش این دو با هم یک بازار تجربیات نامحدود است که بر مبنای آن صنعت گردشگری مدرن به وجود آمده است. صنعت گردشگری بلیط هواپیما و اتاق هتل نمی فروشد، بلکه تجربه می فروشد. نه پاریس شهر است و نه هند کشور. اینها هر دو تجربه هایی هستند که بکارگیریشان بناس افقهای ما را گسترده تر کند و قابلیت های انسانی به قوه من را به فعل درآورد و ما را شادکامتر سازد. در نتیجه وقتی رابطه یک میلیونر و همسرش شکراب می شود، او همسرش را به سفری پرهزینه به پاریس می برد. این سفر نه نتیجه میل و خواسته مستقل، بلکه نتیجه باوری سفت و سخت به اسطوره‌های رمانتیک مصرف‌گرایی است. یک مرد متمول در مصر باستان هرگز به خواب هم نمیدید که برای حل بحران رابطه با همسرش او را به سفری تعطیلاتی به بابل ببرد. در عوض شاید برای همسرش آرامگاه مجلل میساخت که او همیشه آرزویش را داشت. اغلب مردم در اکثر فرهنگ‌ها نیز همانند خاصان مصر باستان زندگی خود را وقف ساختن اهرام می‌کنند. فقط بسته به نوع فرهنگ‌ها اسم و شکل و اندازه این هرم‌ها ممکن است متفاوت باشد. مثلا شاید شکل یک ویلا در حومه شهر با سقف شنا و چمن همیشه سبز یا پنت‌هاوسی پرنور با چشم‌اندازی دلخواه را به خود بگیرد. معدودن کسانی که اسطوره‌هایی را که در بد و امر باعث تمایل ما به اهرام می‌شوند زیر سوال ببرند. 3. نظم خیالی بین الاذهانی است. من حتی اگر با تلاشی خارق العاده موفق شوم آرزوهای شخصیم را از قید نظم خیالی برهانم، باز فقط یک نفر هستم. برای تغییر نظم خیالی باید میلیون‌ها ناشناس را متقاعد کنم تا با من همکاری کنند. زیرا نظم خیالی یک نظم ذهنی موجود در تخیل خود من نیست، بلکه نظمی بین الاذهانی است که در تخیل مشترک هزاران و میلیون‌ها نفر جای دارد. به منظور فهم این مطلب باید به تفاوت میان عینی و ذهنی و بین الاذهانی پی ببریم. پدیده عینی مستقل از درک و آگاهی انسان‌ها و باورهایشان وجود دارد. به عنوان مثال رادیواکتیویته اسطوره نیست. تشعشعات رادیواکتیو مدت‌ها قبل از آنکه انسان‌ها کشفش کنند وجود داشت و خطرناک هم است، حتی اگر انسان‌ها به آن باور نداشته باشند.
ماری کوری یکی از کاشفان رادیواکتیویته. در خلال سالیان طولانی که به مطالعه مواد رادیواکتیو می‌پرداخت، اطلاعی نداشت که این مواد ممکن است برایش خطرناک باشند. او باور نداشت که مواد رادیواکتیو می‌توانند او را بکشند. با این حال در اثر کمخونی آپلاستیک درگذشت که بیماری است ناشی از قرار گرفتن بیش از حد در معرض مواد رادیواکتیو. پدیده ذهنی چیزی است که وجودش وابسته به آگاهی و باورهای هر فرد است. این پدیده وقتی میتواند تغییر کند یا از بین برود که باورهای فرد دگرگون شود. بسیاری از کودکان به وجود دوستی خیالی باور دارند که دیگران نمیتوانند او را ببینند یا صدایش را بشنوند. این دوست خیالی فقط در آگاهی ذهنی کودک وجود دارد و وقتی که کودک بزرگ می‌شود و از این باور دست بر می‌دارد، دوست خیالی هم ناپدید می‌شود. و اما پدیده بین‌الاذهانی چیزی است که در شبکه ارتباطی وجود دارد که آگاهی ذهنی بسیاری از افراد را به هم پیوند می‌دهد. اگر فردی عقاید خود را عوض کند یا حتی بمیرد اهمیت چندانی ندارد، اما اگر اکثر افراد حاضر در آن شبکه بمیرند یا باورهایشان را تغییر دهند، پدیده بین‌الاذهانی تغییر خواهد کرد یا از بین خواهد رفت. پدیده‌های بین‌الاذهانی نه جعلیاتی بدخواهانه و نه ادا و اطوارهای پیش و پا افتاده هستند، اما تأثیرشان بر جهان می‌تواند عظیم باشد. بسیاری از قدرتمندترین نیروهای پیشبرنده تاریخ بین‌الاذهانی هستند، مثل قانون، پول، خدایان، ملت‌ها. به عنوان مثال پژو دوست خیالی مدیرعامل شرکت پژو نیست. این شرکت در تخیل مشترک میلیون‌ها نفر وجود دارد. مدیرعامل به وجود این شرکت باور دارد، زیرا هیئت مدیره نیز به آن باور دارند، همانطور که وکلای شرکت، منشی‌ها، تحویلداران، بانک، کارگزاران بازار بورس و نمایندگان فروش از فرانسه تا استرالیا همه به وجود آن باور دارند. اگر مدیرعامل به تنهایی ناگهان اعتقاد خود را به وجود شرکت از دست بدهد، او را به سرعت به نزدیکترین آسایشگاه روانی میبرند و شخص دیگری را به جای او مینشانند. به همین شکل دلار و حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا در تخیل مشترک میلیاردها نفر وجود دارند و فرد واحدی نمیتواند وجود آنها را تهدید کند. اگر من به تنهایی از اعتقاد خود به دلار یا حقوق بشر یا ایالات متحده آمریکا دست بکشم، اهمیت چندانی نخواهد داشت. این نظم‌های خیالی بین‌الاذهانی هستند. بنابراین اگر بخوایم آنها را عوض کنیم، ناگزیریم که همزمان آگاهی میلیاردها نفر را تغییر دهیم، که طبعاً کار ساده‌ای نخواهد بود. تغییری به این بزرگی فقط میتواند به کمک سازمان‌های پیچیده‌ای مثل حزب سیاسی یا جنبش ایدئولوژیک یا فرقه دینی عمل شود. اما برای برقراری چنین سازمان‌های پیچیده‌ای باید تعداد زیادی از افراد غریبه با یکدیگر را متقاعد کنیم تا با هم همکاری کنند و این فقط زمانی اتفاق می‌افتد که این افراد غریبه به اسطوره‌های مشترکی اعتقاد داشته باشند. در نتیجه برای تغییر نظم خیالی موجود باید قبل از هر چیز به نظم خیالی جایگزین اعتقاد داشته باشیم. به عنوان مثال برای برچیدن پژو ناگزیریم چیزی را تصور کنیم که قدرتمندتر باشد، مثل نظام حقوقی فرانسه. برای برچیدن نظام حقوقی فرانسه ضروری است تا چیزی باز هم قدرتمندتر را تصور کنیم، مثل دولت فرانسه. و اگر بخوایم آن را هم برچینیم باید چیزی به مراتب نیرومندتر را متصور شویم. راهی برای خلاصی از نظم خیالی وجود ندارد. وقتی دیوارهای زندانمان را فرو می‌ریزیم و به سمت آزادی می‌دویم، در حقیقت داریم روانه محبتی وسیع‌تر زندانی بزرگتر می‌شویم. در تاریخ عدالتی نیست. درک تاریخ بشر در هزاره‌های بعد از انقلاب کشاورزی در یک سوال خلاصه می‌شود: چطور انسان‌ها خود را در شبکه‌های همکاری گسترده سازمان دادند، در حالی که فاقد غرایز زیستی لازم برای حفظ این شبکه‌ها بودند؟ پاسخ کوتاه این است که انسان‌ها نظم‌های خیالی آفریدند و خط را اختراع کردند. این دو اختراع خلأ موجود در میراث زیستی ما را پر کرد. اما ظهور این شبکه‌ها در نظر بسیاری منشأ خیر نبود. نظم‌های خیالی حافظ این شبکه‌ها نه بی‌طرف بودند و نه عادلانه، زیرا مردم را به گروه‌های غیر واقعی تقسیم می‌کردند که تحت نظامی سلسله مراتبی سازمان می‌یافت. فرادستان از امتیازات و قدرت بهره مند می‌شدند، در حالی که فرودستان از تبعیض و سرکوب رنج می‌بردند. به عنوان مثال قوانین حمورابی نظمی سلسله مراتبی شامل مافوق‌ها و عوام و برده‌ها را مستقر کرده بود. مافوق‌ها از تمام مواهب زندگی بهره مند می‌شدند، به عوام تهمانده‌ها می‌رسید و سهم بردگان هم خشونتی بود که در پاسخ اعتراضشان بر آنها اعمال می‌شد. نظم خیالی که در سال 1776 در آمریکا برقرار شد، علیرغم ادعای برابری همه انسان‌ها، به استقرار نظام سلسله مراتبی انجامید،
سلسله مراتب میان مردان و زنان که مردان از نعماتش بهره مند می‌شدند و زنان در آن فاقد قدرت بودند. سلسله مراتب میان سفیدپوستانی که از آزادی برخوردار بودند و سیاهان و سرخپوستانی که انسان‌های پست‌تر قلمداد می‌شدند و بنابراین فاقد حقوق برابر انسانی بودند. بسیاری از کسانی که اعلامیه استقلال آمریکا را امضا کردند بردهدار بودند. آنها بعد از امضای اعلامیه برده‌هایشان را آزاد نکردند، ولی خود را هم ریاکار نمی‌دانستند. در نظر آنها حقوق انسانی ربط زیادی به کاکاسیاها نداشت. نظم آمریکایی به سلسله مراتب میان غنی و فقیر هم تقدس بخشید. بسیاری از آمریکایی‌ها در آن زمان مشکل زیادی با نابرابری نداشتند که حاصل رفتار والدین ثروتمندی بود که ثروت و کسب و کار خود را به فرزندانشان منتقل می‌کردند. در نظر آنها برابری صرفاً به معنای این بود که فقیر و غنی در مقابل قانون برابر باشند. برابری هیچ ربطی به بیمه بیکاری و حق تحصیل و بیمه درمانی نداشت. آزادی هم مفهومی بسیار متفاوت با امروز داشت. آزادی در سال 1776 به این معنی نبود که گروه‌های خارج از قدرت، به خصوص سیاه‌پوستان یا سرخپوستان یا خدای نکرده زنان، امکان دستیابی به قدرت و اعمال آن را داشته باشند، بلکه فقط به این معنی بود که دولت نباید بجز در موارد استثنایی به مالکیت خصوصی شهروندان تعرض کند یا درباره آن تصمیم بگیرد. نظم آمریکایی از این طریق حافظ نظم سلسله مراتبی ثروت و رفاه بود که از دید بعضی توسط خداوند تفسیر شده بود و در نظر گروهی دیگر مظهر قانون تغییرناپذیر طبیعت بود. ادعا می‌شد که طبیعت لیاقت را با ثروت پاداش می‌دهد اما کاهلی را مجازات می‌کند. تمام این نابرابری‌ها میان فرد آزاد و برده، میان سفید و سیاه، میان غنی و فقیر ریشه در خیالات دارد. اما این قانون آهنین تاریخ است که هر سلسله مراتب خیالی ریشه‌های موهوم خود را انکار می‌کند و داعیه طبیعی بودن و اجتناب ناپذیر بودن دارد. مثلا بسیاری از کسانی که سلسله مراتب میان فرد آزاد و برده را طبیعی و درست می‌انگارند معتقدند که بردگی اختراع انسان نیست. حمورابی میگفت بردگی مقرر شده خدایان است. به گمان ارسطو بردگان سرشت بردگی دارند، در حالی که انسان‌های آزاد سرشت آزاد دارند و موقعیت این دو گروه در جامعه صرفاً بازتاب سرشت درونیشان است. اگر از یک سفید پوست برتری طلب راجع به سلسله مراتب نژادی سوال کنید، برای شما یک نطق قرای شبه علمی در خصوص تفاوت‌های زیستی بین نژادها ایراد می‌کند. احتمالاً به شما می‌گوید در خون یا ژن سفیدپوستان چیزی وجود دارد که آنها را ذاتاً باهوشتر و اخلاق مدارتر و سخت‌کوش‌تر می‌کند. اگر از یک سرمایه‌دار سرسخت راجع به سلسله مراتب ثروت سوال کنید، احتمالاً به شما میگوید که این ناشی از تفاوت‌های اجتناب ناپذیر عینی در قابلیت هاست. از این دیدگاه ثروتمندان به برکت تواناتر بودن و سعی‌تر بودنشان پول بیشتری دارند. پس کسی نباید از این برنجد که افراد ثروتمند از مراقبت‌های بهداشتی بهتر، تحصیلات بهتر و تغذیه بهتر برخوردارند. ثروتمندان استحقاق تمام امتیازاتشان را دارند. هندوهای پایبند به نظام بسته کاست معتقدند که نیروهای کیهانی یک کاست را بر دیگری برتری داده است. بر اساس اسطوره‌های معروف هندو درباره آفرینش، خدایان جهان را از پیکر یک موجود بسیار کهن به نام پروسا آفریدند. خورشید از چشمان پروسا خلق شد و ماه از مغزش، برهمن‌ها یا کاهنان هندو از دهان او، جنگجویان هندو از بازوانش، وایشیاها دهقانان و تجار از رانهایش و شوادراها نوکرها از پاهایش آفریده شدند. اگر این توضیح را بپذیریم، تفاوت‌های سیاسی اجتماعی میان برهمن‌ها و نوکرها همچون تفاوت میان خورشید و ماه طبیعی و ازلی می‌نماید. چینی‌های باستان معتقد بودند که وقتی الهه نووا انسان‌ها را از خاک آفرید، اشراف را از خاک زرد نرم عمل آورد، اما مردم عادی را از گل رس قهوه‌ای. اما تا آنجا که ما می‌توانیم بفهمیم، همه این نظم‌های سلسله مراتبی محصول تخیلات انسان‌ها هستند. برهمن‌ها و نوکرهای هندو به واقع به دست خدایان از بخش‌های مختلف پیکر موجودی باستانی خلق نشده‌اند. این تفاوت میان دو کاست را قوانین و هنجارهای ابداعی انسان‌ها در شمال هند در حدود 3000 سال پیش به وجود آورد. برخلاف گفته ارسطو، تفاوت زیستی مشخصی میان بردگان و انسان‌های آزاد وجود ندارد، بلکه قوانین و هنجارهای انسانی هستند که از گروهی برده می‌سازند و از گروهی دیگر ارباب. میان سیاه‌پوستان و سفیدپوستان بعضی تفاوت‌های زیستی عینی مثل رنگ و پوست و جنس مو وجود دارد، اما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این تفاوت‌ها تأثیری بر هوش یا اخلاقیات آنها دارد. اکثر مردم ادعا می‌کنند که سلسله مراتب اجتماعیشان طبیعی و عادلانه است، اما در دیگر جوامع مبتنی بر معیارهای دروغین و مضحک است.
غربیان امروزی آموختند که ایده سلسله مراتب نژادی را به سخره بگیرند. قوانین که سیاهان را از زندگی در محلات سفیدپوست نشین منع می‌کرد یا تحصیل سیاهان در مدرسه سفیدپوستان را ممنوع می‌کرد یا از معالجه سیاهان در بیمارستان سفیدپوستان جلوگیری به عمل می‌آورد، آنها را سخت متعجب می‌کند. اما سلسله مراتب غنی و فقیر که مقرر می‌دارد ثروتمندان در مناطق مجلل و مجزا زندگی کنند یا در مدارس ویژه معتبرتر تحصیل کنند یا در واحدهای درمانی مجهزتر مداوا شوند، برای بسیاری از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها کاملا معقول به نظر می‌آید. با این حال این حقیقت اثبات شده است که اکثر ثروتمندان به این دلیل ساده ثروتمند هستند که در خانواده‌های متمول به دنیا می‌آیند، در حالی که مردم بی‌بضاعت از این جهت فقیر باقی می‌مانند که در خانواده‌های فقیر متولد می‌شوند. متاسفانه به نظر می آید که جوامع پیچیده انسانی نیازمند سلسله مراتب‌های خیالی و تبعیضات ناعادلانه هستند. البته تمام نظام‌های سلسله مراتبی از نظر اخلاقی یکسان نیستند و برخی از جوامع از صورت‌های افراطی‌تر تبعیض رنج بیشتری می‌برند. اما محققان تاکنون هیچ جامعه بزرگی را ندیدند که بری از هر گونه تبعیض باشد. گاه و بیگاه انسان‌ها نظم‌هایی را در جامعهشان به وجود آوردند که شهروندان را بر اساس مقولات خیالی طبقه بندی می‌کنند، مثل مافوق و عوام و برده، سفیدپوست و سیاه‌پوست، نجیب زاده و عامی، برهمن و نوکر، غنی و فقیر. این طبقه بندی ها روابط میان میلیون ها انسان را به گونه‌ای تنظیم کرده است که کسانی از نظر قانونی یا سیاسی یا اجتماعی بر دیگران برتر باشند. نظم‌های سلسله مراتبی وظیفه مهمی به عهده دارند. این نظم‌ها انسان‌های کاملاً ناآشنا با یکدیگر را قادر می‌سازند تا بدانند چطور بدون صرف وقت و انرژی برای آشنا شدن با یکدیگر رفتار کنند. البته تفاوت در توانایی‌های طبیعی و شکل‌گیری تمایزات اجتماعی تأثیر می‌گذارد. اما چون این تفاوت‌هایی در استعدادها و شخصیت‌ها معمولاً از بستر سلسله مراتب خیالی برمیخیزند. این به دو شیوه مهم صورت می‌گیرد. اولاً بیشتر توانایی‌ها باید پرورش یابند و تقویت شوند. حتی اگر کسی با استعداد ویژه‌ای به دنیا آمده باشد، آن استعداد بدون تمرین و پرورش معمولاً پنهان باقی می‌ماند. همه مردم فرصت یکسانی برای پرورش و پالایش توانایی‌هایشان پیدا نمی‌کنند، اما داشتن یا نداشتن این فرصت معمولاً بسته به این است که این افراد چه جایگاهی در سلسله مراتب خیالی جامعه خود دارند. هری پاتر نمونه خوبی است. او پس از اینکه از خانواده جادوگرش جدا و زیر دست آدم‌های دست و پا چلفتی تربیت می‌شود، بدون هیچ تجربه‌ای در کار جادوگری به هاگوارتس می‌آید. او باید 7 کتاب بخواند تا بتواند به طور کامل بر توانایی‌هایش تسلط یابد و قابلیت‌های منحصر به فردش را بشناسد. ثانیاً، حتی اگر انسان‌های متعلق به طبقات اجتماعی متفاوت توانایی‌های دقیقاً یکسانی را در خود پرورش دهند، احتمالاً به یک اندازه موفق نخواهند شد، زیرا ناچارن تحت قوانین متفاوتی بازی کنند. اگر در کشور هند تحت حاکمیت انگلیس یک آدم نجس، یک برهمن، یک ایرلندی کاتولیک و یک انگلیسی پروتستان به نحوی شم تجاری دقیقاً یکسانی را در خود پرورش می‌دادند، باز شانس برابری برای ثروتمند شدن پیدا نمی‌کردند. در بازی اقتصادی با استفاده از محدودیت‌های حقوقی و موانع نامری غیر رسمی تقلب می‌شود. مرد و زن. جوامع مختلف انواع گوناگونی از سلسله مراتب‌های خیالی را اختیار می‌کنند. نژاد برای آمریکاییان امروزی بسیار مهم است، اما برای مسلمانان قرون وسطا نسبتاً بی اهمیت بود. کاست در هند قرون وسطا اهمیت حیات و همگانی داشت، در حالی که در اروپای امروزی عملاً وجود ندارد. اما یک نوع سلسله مراتب در تمامی جوامع شناخته شده بشری از اهمیت بسیار برخوردار بوده است: سلسله مراتب جنسیت. انسان‌ها در تمام دنیا خود را به مرد و زن تقسیم کردند و تقریباً در همه جای جهان، حداقل از انقلاب کشاورزی به بعد، مردها از موقعیتی ممتازتر برخوردار بودند. بخشی از قدیمی‌ترین متون چینی قطعاتی از استخوان گاو یا لاک پشت هستند که به سال 1200 قبل از میلاد تعلق دارند و برای پیشگویی از آنها استفاده می‌شد. ولی یکی از آنها این سوال حک شده بود: آیا زایمان خانم هو موفقیت آمیز خواهد بود؟ جواب این بود: اگر کودک در یک روز دینگ متولد شود خوشیمن است، اگر در یک روز جنگ متولد شود بسیار فرخنده است. اما خانم هو بنا بود در روز جیاین زایمان کند. متن با این توضیح نامهربانانه خاتمه می‌یابد: کودک 3 هفته و 1 روز بعد در روز جیاجین به دنیا آمد. خوشیمن نبود، کودک دختر بود.
بیش از 3000 سال بعد که چین کمونیست سیاست تک فرزندی را در پیش گرفت، بسیاری از خانواده‌های چینی کماکان تولد دختر را بداقبالی قلمداد می‌کردند. والدین گاه نوزاد دختر را رها می‌کردند یا می‌کشتند تا شانس جدیدی برای کسب فرزند پسر به دست آورند. در بسیاری از جوامع زنان چیزی جز مایملک مردان یا پدران یا شوهران یا برادران خود نبودند. تجاوز جنسی در بسیاری از نظام‌های حقوقی نقض مالکیت قلمداد می‌شد. به بیان دیگر، قربانی زنی نبود که مورد تجاوز قرار گرفته، بلکه مردی بود که مالک او تلقی می‌شد. در چنین شرایطی راه حل قانونی انتقال حق مالکیت بود. مرد متجاوز باید بهایی به پدر یا برادر زن می‌پرداخت و زن به مالکیت او در می‌آمد. کتاب مقدس مقرر می‌دارد که اگر مردی زن باکره‌ای را ببیند که نامزد کسی نیست و او را تصاحب کند و با او همبستر شود و این مسئله معلوم شود، آنگاه مردی که با زن همبستر شده موظف است به پدر آن زن جوان 50 شکل نقره بدهد و آن زن همسر او می‌شود. سفر تثنیه باب 22 آیات 28 تا 29. یهودی‌های باستان این را راه حلی معقول می‌دانستند. تجاوز به زنی که متعلق به مردی نبود اصلاً جرم به حساب نمی‌آمد. درست همانطور که پیدا کردن یک سکه در خیابانی شلوغ دزدی به حساب نمی آید. و اگر مردی به زن خود تجاوز می کرد مجرم شمرده نمی شد. در حقیقت این فکر که مردی می توانست به همسر خود تجاوز کند تناقض به شمار می آمد. مرد به عنوان همسر کنترل کامل بر جسم زنش داشت. گفتن این که مردی به همسر خود تجاوز کرد به همان اندازه غیر منطقی بود که گفته شود مردی کیف پول خود را قاپید. این نحوه تفکر تنها محدود به خاورمیانه باستان نبود. تا سال 2006 هنوز در 53 کشور تجاوز به همسر مورد پیگرد قانونی قرار نمی گرفت. حتی در آلمان قوانین مربوط به تجاوز جنسی در سال 1997 اصلاح شد که طبق آن مقوله تجاوز نکاحی در قانون تعریف شد. آیا تقسیم بندی انسان‌ها به مرد و زن همانند نظام کاست در هند و نظام نژادی آمریکا محصول تخیل است یا یک تقسیم بندی طبیعی است با ریشه‌های عمیق زیستی؟ و اگر این تقسیم بندی طبیعی است، آیا توضیحی زیست شناختی هم برای برتری اعطایی مرد بر زن وجود دارد؟ برخی از تمایزات فرهنگی و قانونی و سیاسی میان مرد و زن بازتاب تفاوت‌های آشکار زیستی میان دو جنس است. بارداری همیشه وظیفه زنان بوده است، زیرا مردان زهدان ندارند. اما در اطراف این هسته مرکزی سفت و سخت هر جامعه‌ای لایه بر لایه افکار و هنجارهایی را افزوده است که ربط چندانی با ویژگی‌ها یا فرآیندهای زیستی ندارند. جوامع مختلف مجموعی از صفات را به مردانگی و زنانگی منسوب می‌کنند که عموماً فاقد مبنای مستحکم زیستی است. به عنوان مثال در آتن دموکراتیک قرن 5 قبل از میلاد هر فردی که زهدان داشت فاقد جایگاه قانونی مستقل بود و حضورش در مجامع عمومی ممنوع بود یا نمی‌توانست قاضی شود. چون این فردی به جز در موارد استثنایی حق برخورداری از آموزش مناسب یا شرکت در فعالیت‌های اقتصادی یا بحث‌های فلسفی را هم نداشت. هیچ یک از رهبران سیاسی، هیچ یک از فیلسوفان بزرگ یا سخنوران و هنرمندان یا بازرگانان آتن زهدان نداشتند. آیا داشتن زهدان از نظر زیستی فرد را برای چنین مشاغلی نامناسب می‌ساخت؟ آتنی‌های باستان چنین فکر می‌کردند. اما آتنی‌های امروزی با این تفکر موافق نیستند. در آتن امروز زنان حق رأی دارند، در مشاغل عمومی استخدام می‌شوند، سخنرانی می‌کنند، هر چیزی را از جمله جواهرالات و ساختمان و برنامه‌های کامپیوتری طراحی می‌کنند و به دانشگاه می‌روند. رحم آنها مانع از آن نمی‌شود که تمام این فعالیت‌ها را به خوبی مردها انجام ندهند. راست است آنها هنوز در سیاست و فعالیت‌های اقتصادی موقعیتی مغلوب دارند. تنها حدود 12% از اعضای پارلمان یونان زن هستند. اما هیچ مانع قانونی برای شرکت زنان در سیاست وجود ندارد و اکثر یونانی‌های امروزی فکر می‌کنند که حضور زنان در مشاغل عمومی کاملاً طبیعی است. ویژگی‌ها و فرآیندهای زیستی تمایل دارد تا با طیف وسیعی از ممکنات مدارا کند. فرهنگ است که مردم را ملزم می‌سازد بعضی از امکانات را محقق کنند و بعضی دیگر را ممنوع. ویژگی‌ها و فرآیندهای زیستی زنان را قادر می‌سازد تا بچه‌دار شوند. بعضی فرهنگ‌ها زن را ملزم می‌کنند تا این امکان را محقق کنند. گرایش فرهنگ این است که بگوید فقط آن چیزهایی را که غیر طبیعی است ممنوع می‌کند. هیچ فرهنگی تاکنون به خود زحمت نداده است که مردان را از عمل فتوسنتز، زنان را از دویدن با سرعت بیشتر از سرعت نور یا الکترون‌های منفیبار را از جذب شدن به یکدیگر منع کند. متعلهان مسیحی معتقد بودند که خدا هر عضوی از پیکر انسان را برای انجام کاری معینی آفرید. اگر ما اندامهای پیکر خود را همسو با آن اهداف الهی به کار گیریم، فعالیتی طبیعی انجام داده ایم. اما از منظر تکامل اندامهای بدن برای هدف معینی به وجود نیامدند و روش‌های به کارگیری این اندامها دائما در تغییر است.
حتی یک اندام هم در بدن انسان نیست که فقط همان کاری را انجام دهد که نمونه‌های اولیه آن صدها میلیون سال پیش انجام می‌دادند. اندام‌ها به این دلیل شکل می‌گیرند که کاری معینی انجام دهند، اما بعد از آن می‌توانند برای انجام دادن کارهای دیگری هم سازگاری پیدا کنند. به عنوان مثال، دهان برای این به وجود آمد که اولین موجودات چند سلولی نیاز به راهی برای رساندن غذا به بدن داشتند. ما هنوز هم از دهانمان برای همین کار استفاده می‌کنیم، اما استفاده‌های دیگری مثل صحبت کردن و اگر رمبو باشیم کشیدن زامن نارنجک هم می‌کنیم. آیا هر یک از این استفاده‌ها غیر طبیعی‌اند؟ به همین سان بال هم یک دفعه با تمام شکوه آیرودینامیکش ظاهر نشد. بال از اندام‌هایی با اهداف دیگر به وجود آمد. بر اساس یک نظریه، بال حشرات میلیون‌ها سال قبل از یک برآمدگی در بدن ساس‌های بی‌پرواز به وجود آمد. ساس‌هایی که قوز داشتند، بدن بزرگتری از همسانان بدون قوز خود داشتند و این قادرشان می‌ساخت تا نور خورشیدی بیشتر جذب کنند و گرمتر بمانند. در طی یک فرایند تکاملی تدریجی این جذب کننده های نور آفتاب رشد بیشتری کردند. همان ساختاری که برای جذب حداکثر گرما تناسب یافته بود، سطح پهن‌تر و وزن کمتر به صورت تصادفی این حشرات را مجهز به کمی توانایی پریدن موقع جست و خیز کردن هم میداد. آنهایی که برآمدگی بزرگتری داشتند میتوانستند بیشتر جست و خیز کنند و بپرند. بعضی از آنها از این شرایط برای سر خوردن هم استفاده کردند و این پیشروی کوچکی به طرف شکل‌گیری بال بود که در واقع میتوانست آنها را در فضا به جلو سوق دهد. این دفعه که پشه‌ای در گوشتان وزوز کرد میتوانید او را به رفتاری غیر طبیعی متهم کنید. همین کارکردهای متنوع را میتوان به اندامها و رفتارهای جنسی هم تعمیم داد. رابطه جنسی در ابتدا برای تولید مثل بود، اما بسیاری از موجودات این دو کارکرد را برای مجموعی از مقاصد اجتماعیشان به کار می‌گیرند که فقط محدود به تولید مثل و به وجود آوردن نسخه‌های کوچکی از خودشان نمی‌شود. به عنوان مثال، شامپانزه‌ها از رابطه جنسی برای تحکیم پیوندهای سیاسی، ایجاد صمیمیت و مهار تنش و درگیری استفاده می‌کنند. آیا این غیر طبیعی است؟ پس بی‌معنا خواهد بود اگر بگوییم که کار طبیعی زنان فرزندآوری است یا رابطه با همجنس غیر طبیعی است. اغلب قوانین و هنجارها و حقوق و وظایفی که مردانگی و زنانگی را تعیین می‌کنند بازتاب تخیلات انسانی هستند، نه واقعیت‌های زیستی. از نظر زیستی انسان‌ها به نر و ماده تقسیم شدند. انسان خردمند نر کسی است که یک کروموزوم Y و یک کروموزوم X دارد و ماده کسی است که دو کروموزوم X دارد. اما مرد و زن عناوین اجتماعی هستند، نه زیستی. در همان حال که در اغلب موارد و در اکثر جوامع انسانی مردها نر و زنها ماده هستند، اصطلاحات اجتماعی حامل مفاهیم زیادی هستند که صرفا رابطه بسیار ضعیفی با ویژگی‌های زیستی دارند و شاید هم اصلا نداشته باشند. مرد انسان خردمندی با ویژگی‌های زیستی خاص مثل کروموزوم‌های XY، بیضه و مقدار زیادی هورمون تستوسترون نیست، بلکه بیشتر با جایگاه معینی در نظم خیالی و بشری جامعه‌اش تناسب دارد. اسطوره‌های فرهنگی که بدان تعلق دارد، نقش‌های مردانه خاص مثل درگیری در سیاست به او اختصاص می‌دهند و حقوق خاصی مثل رأی دادن برایش قائل می‌شوند و وظایف خاصی مثل خدمت سربازی به او محول می‌کنند. به همین صورت زن هم انسان خردمندی با دو کروموزوم X، یک رحم و مقدار زیادی هورمون استروژن نیست، بلکه عضو مؤنث یک نظم خیالی بشری است. اسطوره‌های جامعه‌اش نقش‌های منحصر به فرد زنانه نظیر پرورش فرزندان، حقوق خاص نظیر مسئولیت در مقابل خشونت و وظایفی چون پیروی از شوهر برای او تعیین می‌کنند. از اونجا که اسطوره‌ها و نه ویژگی‌های زیستی است که نقش‌ها و حقوق و وظایف مرد و زن را تعیین می‌کنند، مفهوم مردانگی و زنانگی از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت شده است. محققان برای پیشگیری از ابهام معمولاً بین جنس که مقوله زیستی است و جنسیت که مقوله فرهنگی است تمایز قائل می‌شوند. جنس به نر و ماده تقسیم می‌شود و ویژگی‌های هر یک از این دو در این تقسیم بندی عینی است و در طول تاریخ ثابت بوده است. جنسیت به مرد و زن تقسیم می‌شود. خصایص به اصطلاح مردانه و زنانه بین‌الاذهانی هستند و همواره دستخوش تغییر بودند. مثلا میان زنان آتن باستان و زنان آتن امروزی تفاوت‌های گسترده‌ای در رفتار و امیال و پوشش و حتی ژست و قیافه وجود دارد. جنس بازی کودکانه است، اما جنسیت مسئله جدی است. نر از آب در آمدن ساده ترین کار در دنیاست. چه چیز خیلی خوبی در مرد بودن هست؟ حداقل از انقلاب کشاورزی به بعد اغلب جوامع انسانی مرد سالار بودند و برای مرد ارزشی به مراتب بیشتر از زن قائل بودند.
صرف نظر از اینکه جامعه مرد و زن را چگونه تعریف می‌کرد، مرد بودن همیشه بهتر بود. جوامع پدرسالار مردها و زنها را به صورتی بار می‌آورند که مردها به شیوه مردانه فکر و عمل کنند و زنها به شیوه زنانه و هر کسی که جرأت عبور از این مرزها را به خود راه دهد تنبیه می‌شود. اما اطاعت کنندگان به یک اندازه پاداش نمی‌گیرند. خصایص به اصطلاح مردانه از خصایص زنانه با ارزش‌تر تلقی می‌شوند و افرادی که کمال مطلوب زن بودن را تجسم می‌بخشند از کسانی که کمال مطلوب مرد بودن را محقق می‌سازند کمتر نصیب می‌برند. منابع کمتری به سلامت و آموزش زنان اختصاص می‌یابد. زنها فرصت‌های اقتصادی و قدرت سیاسی و آزادی تحرک اجتماعی کمتری دارند. جنسیت مسابقه‌ای است که بعضی از دوندگان فقط برای کسب مدال برنز در آن شرکت می‌کنند. درست است که معدودی از زنان خود را به موقعیت آلفا ارتقا دادند، مثلا کلئوپاترا در مصر، ملکه ووستیان در چین و الیزابت اول در انگلیس. اما اینها استثناهایی هستند که قاعده را اثبات می‌کند. در سراسر حکومت 45 ساله الیزابت تمام اعضای پارلمان مرد بودند، تمام افسران ارتش و نیروی دریایی مرد بودند، تمام قضات و وکلا مرد بودند، همه اسقف‌ها و اسقف‌های اعظم مرد بودند، همه متعلهان و کشیشان مرد بودند، همه پزشکان و جراحان مرد بودند، تمام دانشجویان و معلمان در تمامی دانشگاه‌ها مرد بودند، تمام شهردارها و کلانترها مرد بودند و تقریباً تمام نویسندگان و معماران و شاعران و فیلسوفان و نقاشان و موسیقیدانان و دانشمندان مرد بودند. مردسالاری تقریبا در همه جوامع کشاورزی و صنعتی هنجار غالب بوده و سرسختانه همه خیزش‌های سیاسی و انقلاب‌های اجتماعی و دگرگونی‌های اقتصادی را تاب آورده است. مثلا مصر بارها در طول تاریخ اشغال شد. آشوری‌ها، پارس‌ها، مقدونی‌ها، رومی‌ها، عرب‌ها، مملوکان، ترک‌ها و بریتانیایی‌ها آن را به اشغال خود درآوردند، اما جامعه مصر همواره مردسالار باقی ماند. مصر تحت قوانین فرعونی و یونانی و رومی و اسلامی و عثمانی و بریتانیایی بوده و همه آنها بر کسانی که مردان واقعی نبودند تبعیض روا داشتند. از آنجا که مردسالاری بسیار فراگیر است، نمیتواند نتیجه نوعی دور باطل باشد که یک دفعه در پی رویدادی تصادفی به وجود آمده باشد. به ویژه شایان توجه است که حتی قبل از سال 1492 اغلب جوامع در آمریکا و آفریقا آسیا با اینکه در طی هزاران سال تماسی با هم نداشتند مردسالار بودند. اگر مردسالاری در آفریقا آسیا نتیجه رویدادی تصادفی بود، پس چرا آزتک ها و اینکاها هم مردسالار بودند؟ محتمل‌تر این است که اگرچه تعریف دقیق مرد و زن در فرهنگ‌های گوناگون متفاوت است، دلیل زیستی فراگیری وجود دارد که نشان می‌دهد چرا تقریباً همه فرهنگ‌ها مردانگی را والاتر از زنانگی می‌دانستند. ما نمی‌دانیم آن دلیل چیست، اما نظریات زیادی وجود دارد که البته هیچ کدام هم قانع کننده نیستند. نظریه اول، زور بازو. رایج‌ترین نظریه به این واقعیت اشاره می‌کند که مرد از زن قوی‌تر است و می‌تواند از نیروی جسمانی خود برای انقیاد زن استفاده کند. یک نسخه باریک اندیشانه‌تر اصرار بر این دارد که قدرت مرد به او امکان می‌دهد تا کارهایی را که زور بازوی زیادی می‌طلبد در انحصار خود بگیرد، مثل شخم زدن زمین و درو کردن محصول. این به مردان امکان اعمال کنترل بر تولید غذا را می‌دهد که به نوبه خود به نفوذ سیاسی تعمیم می‌یابد. این تأکید بر زور بازو دو مشکل دارد. اولا این گفته که مردها از زنها قوی‌ترند تنها به طور میانگین صحیح است و فقط در مورد برخی توانایی‌ها صدق می‌کند. معمولاً زنان در مقابل گرسنگی و بیماری و خستگی مقاوم‌تر از مردان هستند. همچنین زنانی هستند که سریعتر از بسیاری از مردان می‌دوند و وزنه‌های سنگین‌تری بلند می‌کنند. به علاوه مشکل سازترین نکته در این نظریه این است که زنها در طول تاریخ اساساً از کارهایی که نیاز به نیروی جسمانی کمی داشته، مثل کشیش بودن، امور غذایی و فعالیت‌های سیاسی کنار گذاشته شدند، در حالی که در کارهای یدی دشوار مثل کار در مزارع، صنایع دستی و کارهای خانگی همواره درگیر بودند. اگر تقسیم قدرت سیاسی با نیروی جسمانی رابطه مستقیمی داشت، زنان قدرت سیاسی بیشتری می داشتند. از این هم مهمتر این است که در میان انسانها رابطه مستقیمی میان توانایی جسمانی و قدرت اجتماعی وجود ندارد. معمولا افرادی که 60 سال به بالا دارند بر کسانی که 20 و چند ساله‌اند اعمال قدرت می‌کنند، اگرچه 20 و چند ساله‌ها بسیار قوی‌ترند.
مزرعه‌دار آلابامایی در اواسط قرن 19 ممکن بود ظرف چند ثانیه از برده‌ای که روی زمینش کار می‌کرد در کشتی شکست بخورد. برای انتخاب فرعون‌های مصر یا پاپ‌های کاتولیک مسابقه مشت‌زنی ترتیب نمی‌دهند. قدرت سیاسی در جوامع خوراکچو به طور کلی متعلق به کسانی است که بیشترین مهارت‌های اجتماعی را دارند، نه کسانی که عضلات قوی‌تری دارند. در باندهای تبهکار رئیس بزرگ لزوماً قوی‌ترین فرد نیست. این فرد اغلب مردی مسن است که به ندرت از مشتش استفاده می‌کند و اعمال پلید را به عهده افراد جوانتر و مناسبتر می‌گذارد. جوانکی که برای رسیدن به قدرت در گروه به فکر کتک زدن اربابش بیفتد، آنقدر زنده نخواهد ماند تا از اشتباهش درس بگیرد. حتی در میان شامپانزه‌ها نر آلفا موقعیت برترش را از طریق ایجاد ائتلاف پایدار با دیگر نرها و ماده‌ها تثبیت می‌کند، نه خشونت کور. در حقیقت تاریخ بشر نشان می‌دهد که غالباً رابطه معکوسی میان قدرت جسمانی و قدرت اجتماعی وجود دارد. در اغلب جوامع طبقات فرودست هستند که کارهای یدی را انجام می‌دهند. این شاید نشان دهنده موقعیت انسان خردمند در زنجیره غذایی باشد. اگر تنها چیزی که به حساب می‌آمد توانایی جسمانی می‌بود، انسان خردمند در یکی از پله‌های میانی نردبان قرار می‌گرفت، اما مهارت‌های ذهنی و اجتماعیش او را در رأس قرار داد. بنابراین کاملا طبیعی است که زنجیره قدرت در میان گونه‌ها هم بیشتر مبتنی بر توانایی‌های ذهنی و اجتماعی باشد، نه قدرت جسمانی. به این دلیل نمیتوان پذیرفت که پرنفوذترین و باثبات‌ترین سلسله مراتب در تاریخ بر پایه توانایی‌های جسمانی مردان در زورگویی به زنان بنا شده باشد. نظریه دوم، اراذل و اوباش جامعه. نظریه دیگر میگوید که سلطه مردانه نه نتیجه قدرت بلکه حاصل پرخاشگری و ستیزه‌جویی است. میلیون‌ها سال تکامل مردها را به مراتب خشن‌تر از زنان کرده است. به موجب این نظریه زنها در نفرت و حرص و آز و بدرفتاری میتوانند با مردها برابری کنند، اما اگر لازم شود مردها به درگیر شدن در خشونت جسمانی محض راغب‌ترند. به این دلیل است که در طول تاریخ جنگ از حقوق ویژه مردان بوده است. در ایام هر جنگی سلطه مردان و نیروهای مسلح آنها را به سروران جامعه غیر نظامیان هم بدل کرده است. سپس آنها با استفاده از سلطه خود بر جامعه غیر نظامی جنگ‌های بیشتر و بیشتری به پا کردند، به طوری که هرچه تعداد جنگ‌ها بیشتر شد سلطه مردها بر جامعه هم افزایش یافت. این دور مکرر فراگیر بودن جنگ و فراگیر بودن مردسالاری را توضیح می‌دهد. مطالعات جدید در حوزه نظام‌های هورمونی و شناختی مردان و زنان این فرض را تقویت می‌کند که مردها به واقع تمایلات پرخاشگرانه و خشونت‌طلبانه بیشتری دارند و به این دلیل به طور میانگین مردان برای خدمت سربازی مناسب‌تر هستند. اما اگر بپذیریم که سربازان عموماً مرد هستند، آیا به این معنی خواهد بود که اداره جنگ و بهره‌وری از نتایج آن هم باید در کنترل مردها باشد؟ این معقول به نظر نمی رسد و بدان می ماند که بگوییم چون تمام برده هایی که در مزارع به کشت پنبه می پردازند سیاه‌پوست هستند، پس مالکان کشتزارها هم باید سیاه باشند. اگر یک نیروی کار کاملا سیاه‌پوست می تواند به دست یک مدیریت کاملا سفیدپوست کنترل شود، چرا نمی شود یک گروه سرباز مرد را دولتی تماما مرکب از زنها یا حداقل تا حدی مرکب از زنها کنترل کند؟ در واقع در جوامع بیشماری در طول تاریخ افسران ارشد راه پیشرفت خود را بر پایه توانایی‌های شخصی باز نکردند. اشراف و ثروتمندان و تحصیل کردگان به خودی خود به پست افسری منصوب می‌شدند و هرگز یک روز هم در صفوف نظامی نبودند. وقتی دوک ولینگتون بلای جان ناپلئون در 18 سالگی در ارتش بریتانیا ثبت نام کرد، بلافاصله به افسری گماشته شد. او نظر خوبی در مورد زیردستانش نداشت. در طی جنگ با فرانسه به یکی از اشرافزادگان نوشت: ما اراذل و اوباش را به جای سرباز در خدمت داریم. این سربازان معمولاً از میان فقیرترین گروه‌ها یا اقلیت‌های قومی مثل کاتولیک‌های ایرلندی به خدمت گرفته می‌شدند که وقت کمی برای رسیدن به مدارج بالای ارتش داشتند. مقامات ارتش به دوک‌ها و شاهزادگان و شاهان اختصاص داده می‌شد. اما چرا به دوک‌ها و نه دوشس‌ها؟ امپراتوری فرانسه در آفریقا با خون و عرق سنگالی‌ها و الجزایری‌ها و طبقه کارگر فرانسه استقرار یافت و مورد دفاع قرار گرفت. درصد فرانسوی‌های با اصل و نسب در مدارج پایین ارتش ناچیز بود، ولی درصد فرانسوی‌های اصل و نسبدار در رأس هرم رهبری ارتش فرانسه و حکومت بر امپراتوری که از ثمرات آن بهره مند می‌شدند بسیار زیاد بود. اما چرا فقط مردان فرانسوی و نه زنان فرانسوی؟
در چین بر اساس یک سنت طولانی ارتش تحت انقیاد دیوان سالاری غیر نظامی قرار داشت، به طوری که اغلب مأموران عالی رتبه که هرگز شمشیری به دست نگرفته بودند جنگ‌ها را فرماندهی می‌کردند. یک مثل چینی می‌گفت از آهن مرغوب برای تولید میخ استفاده نکن، به این معنی که افراد واقعاً با استعداد به دیوان سالاری کشوری می‌پیوندند، نه به ارتش. پس چرا تمام این مأموران عالی رتبه مرد بودند؟ کسی نمیتواند ثابت کند که نیروی جسمانی زنها و میزان اندک تستوسترون آنها مانع موفقیت آنها در تبدیل شدن به سرداران و سیاستمداران و مأموران عالی رتبه بوده است. برای اداره جنگ قطعاً بنیه لازم است، اما توان جسمانی زیاد یا پرخاشگری لازم نیست. جنگ دعوای میخانه‌ای نیست، بلکه پروژه بسیار پیچیده‌ای است که به سازماندهی و همکاری و مماشات زیادی نیاز دارد. توانایی حفظ آرامش در خانه و یافتن یار و همپیمان در خارج از خانه و توانایی پی بردن به اینکه در ذهن دیگران به خصوص دشمنان چه می‌گذرد معمولاً کلید موفقیت است. حالانکه سپردن جنگ به یک فرد خشن و بیرحم اغلب بدترین انتخاب است. فردی که بتواند همکاری کند، بداند چه وقت باید آرامش برقرار کند، چطور اعمال نفوذ کند و مسائل را از زوایای متفاوت ببیند، بسیار مناسب‌تر خواهد بود. خمیره برپا کنندگان امپراتوری ها همین است. آگوستوس که فاقد صلاحیت نظامی بود، موفق شد یک رژیم امپراتوری پایدار برقرار سازد و به چیزی دست یابد که ژول سزار و اسکندر کبیر با آنکه سرداران بسیار بهتری بودند نتوانستند بدان برسند. هم تحسین کنندگان معاصر او و هم مورخان امروزی پیروزی‌های آگوستوس را اغلب ناشی از ملایمت و رأفتش می‌دانستند. تلقی غالبی از زنان این است که در اغوا و مماشات از مردان بهترند و معروفند به اینکه توانایی فوق‌العاده‌ای در نگریستن به مسائل از زاویه دید دیگران دارند. اگر این تلقی حقیقت داشته باشد، زنان باید میتوانستند سیاستمداران و امپراتوری سازان ممتازی باشند که کار کثیف میدان جنگ را به جاهل مآب‌های تستوستروندار ساده لوح بسپارند. اما علیرغم افسانه‌های رایج، چون چیزی در دنیای واقعی به ندرت اتفاق افتاد. دلیلش هم اصلا معلوم نیست. ژن‌های مرد سالار. نوع سومی از تبیین زیست شناختی برای زور بازو و خشونت اهمیت کمتری قائل است و معتقد است که زنان و مردان در طول میلیون‌ها سال تکامل راهکارهای متفاوتی را برای بقا و تولید مثل خود شکل دادند. از اونجایی که مردها برای کسب فرصت در آبستن کردن زنهای زایا با یکدیگر رقابت می‌کردند، امکان موفقیت هر مرد برای تولید مثل بیش از هر چیز به تواناییش در بهتر عمل کردن از مردان دیگر و مغلوب کردن آنها بستگی داشت. به مرور زمان آن ژن‌های مردانی به نسل‌های جدید منتقل شدند که متعلق به بلند پروازترین و پرخاشجوترین و رقابت طلبترین مردها بودند. از طرف دیگر هیچ زنی برای یافتن مردی که راغب به آبستن کردنش باشد مشکلی نداشت، اما اگر می‌خواست فرزندانی داشته باشد که برایش نوه بیاورند، ملزم بود آنها را 9 ماه آزگار در رحمش حمل کند و بعد تا سالها آنان را پرورش دهد. در طی این مدت امکاناتی کمتری برای تهیه غذا می داشت و به کمک دیگران وابسته می شد و به وجود یک مرد نیاز پیدا می کرد. زن برای اینکه تضمینی برای بقای خود و فرزندانش به دست آورد چاره دیگری نداشت به جز اینکه به شروط هر مردی که متعهد می شد با او بماند و بخشی از این مسئولیت شاغ را به عهده بگیرد گردن نهد. به مرور زمان ژن‌های زنانی که به نسل‌های بعدی منتقل شدند به زنانی تعلق داشتند که تیماردارانی مطیع بودند. زنانی که وقت زیادی را وقف مبارزه برای قدرت می‌کردند، هیچ یک از این ژن‌های قدرتمند را برای نسل‌های بعد به جای نگذاشتند. این نظریه چنین می‌گوید که نتیجه این استراتژی‌های متفاوت برای بقا این است که مردها به گونه‌ای تحریزی شدند که جاه طلب و رقابتجو باشند و در حیطه سیاست و سوداگری به برتری برسند، در حالی که زنها متمایل بودند به اینکه خود را از این عرصه‌ها کنار بکشند و زندگیشان را وقف پرورش فرزند کنند. اما به نظر می رسد که شواهد تجربی این رویکرد را هم رد می کند. به خصوص ایراد اصلی بر این فرض استوار است که می گوید وابستگی زنها به کمک بیرونی آنها را به مردها وابسته کرد و نه به دیگر زنها، و اینکه رقابت مردانه مردها را از نظر اجتماعی مسلط ساخت. گونه‌های زیادی از حیوانات مثل فیل‌ها و شامپانزه‌های بونوبو هستند که در میان آنها مناسبات میان ماده‌های وابسته و نرهای رقابتجو منجر به ایجاد جامعه مرد سالار شده است. از اونجا که ماده‌ها نیاز به کمک بیرونی دارند، وادار می‌شوند مهارت‌های اجتماعی خود را گسترش دهند و بیاموزند که همکاری و مماشات کنند. برای این کار شبکه‌های اجتماعی کاملاً زنانه‌ای به وجود می‌آورند که به اعضایشان در پرورش فرزندان کمک می‌کنند.
در این میان نرها اوقات خود را به جنگ و رقابت می‌گذرانند و مهارت‌های اجتماعی و پیوندهای اجتماعی آنها رشد نیافته می‌ماند. جوامع بونوبوها و فیل‌ها با شبکه‌های همکاری ماده‌ها قویاً کنترل می‌شوند، در حالی که نرهای خودمحور و ناتوان از همکاری به حاشیه رانده می‌شوند. اگرچه بونوبوهای ماده به طور میانگین از نرها ضعیفتر هستند، اما اغلب با هم جمع می‌شوند تا نرهایی را که از حدود خود تجاوز می‌کنند تنبیه کنند. اگر این امکان برای بونوبوها و فیل‌ها وجود دارد، چرا نباید برای انسان خردمند وجود داشته باشد؟ انسان خردمند موجود نسبتاً ضعیفی است که امتیازش در توانایی برای همکاری با عده زیادی از افراد است. اگر اینطور است، باید انتظار داشت که زنهای وابسته حتی اگر به مردها وابسته باشند بتوانند از مهارت‌های اجتماعی برترشان برای همکاری استفاده کنند و تحمیلات مردهای خشونت طلب و خودرأی و خودمحور را بی اثر سازند. با در نظر گرفتن عامل همکاری به عنوان نقطه قوت انسان خردمند، چطور مردهایی که ظاهراً در مقایسه با زنها توان همکاری کمتری دارند می‌توانند آنها را تحت کنترل خود درآورند؟ در حال حاضر جواب مناسبی برای این سوال نداریم. شاید این فرض‌های رایج به کلی اشتباه باشند. شاید خصیصه بارز نرها در گونه انسان خردمند نه در توانایی جسمانی و خشونت طلبی و رقابت‌جویی آنها، بلکه در مهارت‌های اجتماعی برتر و تمایل بیشترشان به همکاری باشد. اصلاً نمی‌دانیم. با این حال آنچه می‌دانیم این است که در طی قرن اخیر نقش جنسیت‌ها دستخوش انقلابی عظیم شده است. جوامع امروزی نه تنها هرچه بیشتر به مرد و زن جایگاه حقوقی و حقوق سیاسی و فرصت‌های اقتصادی برابر می‌دهند، بلکه در اساسی‌ترین مفاهیم جنسیت و مسائل جنسیتی هم بازاندیشی می‌کنند. اگرچه فاصله میان دو جنس هنوز بارز است، سیر وقایع سرعت نفسگیری داشته است. در ابتدای قرن 20 اندیشه اعطای حق رأی به زنان در آمریکا عمدتاً شنیع به نظر می‌رسید. احتمال حضور زنان در کابینه وزرا یا در دیوان عالی دادگستری مضحک می‌نمود. در ابتدای قرن 21 حق رأی زنان بدیهی است و حضور زنان در کابینه دولت جای بحث چندانی ندارد و در سال 2013 از 5 تن قضات دیوان عالی کشور آمریکا 3 تن زن بودند. این تغییرات چشمگیر دقیقاً همان چیزی است که تاریخ جنسیت را گیج کننده می‌سازد. اگر آنطور که امروز به وضوح نشان داده می شود نظام مرد سالاری نه مبتنی بر واقعیت‌های زیستی بلکه مبتنی بر افسانه‌های بی‌پایه بوده است، پس علت فراگیری و ثبات این نظام چیست؟ پیکان تاریخ. پس از انقلاب کشاورزی جوامع انسانی گسترده‌تر و پیچیده‌تر از گذشته شدند، در حالی که ساختارهای خیالی حافظ نظم اجتماعی هم طول و تفصیل بیشتری به خود گرفتند. اسطوره‌ها و خیالات انسان‌ها را تقریباً از لحظه تولد با فکر کردن به شکلی معین، رفتار کردن مطابق برخی معیارها، خواستن چیزهای معین و پیروی از قواعد معین مأنوس کردند. این اسطوره‌ها و خیال‌ها امیالی ساختگی را به وجود آوردند که میلیون‌ها انسان ناآشنا با هم را قادر به همکاری مؤثر کرد. این شبکه امیال ساختگی فرهنگ نامیده می‌شود. در طی نیمه اول قرن 20 محققان می‌گفتند که هر فرهنگ کامل و هماهنگ است و جوهری تغییرناپذیر دارد که چارچوب آن را برای همیشه تعیین می‌کند. هر گروه انسانی جهانبینی خاص خود و نظامی از ترتیبات اجتماعی و سیاسی و حقوقی خود را دارد که همچون چرخش زمین به دور خورشید گردشی موزون دارد. از این دیدگاه فرهنگ‌ها چنانچه به حال خود گذارده می‌شدند تغییری نمی‌کردند و در همان مسیر و با همان سرعت همیشگی به حیاتشان ادامه می‌دادند. فقط نیروی خارجی می‌توانست آنها را تغییر دهد. مردم شناسان و تاریخ‌دانان و سیاستمداران به فرهنگ ساموآ یا فرهنگ تاسمانی استناد می‌کردند که در تمام طول تاریخ همان باورها و هنجارها و ارزش‌های خود را داشتند. امروز اغلب محققان حوزه فرهنگ به این نتیجه رسیدند که عکس این نگرش مصداق دارد. هر فرهنگی باورها و هنجارها و ارزش‌های معمول خود را دارد، اما اینها دائما در تغییر هستند. فرهنگ در واکنش به تغییرات محیطی یا از طریق روابط متقابل با فرهنگ‌های مجاور ممکن است خود را تغییر دهد، اما فرهنگ‌ها از طریق پویایی‌های درونی خود هم دچار تحول می‌شوند. حتی یک فرهنگ کاملا منزوی در یک محیط با ثبات اکولوژیک هم نمی‌تواند از تغییر اجتناب کند. برخلاف قوانین فیزیک که بری از تناقضات هستند، هر نظم ساخته بشر آکنده از تناقضات درونی است. فرهنگ‌ها پیوسته در تلاشند تا این تناقضات را با هم وفق دهند و این فرایند منجر به تغییرات می‌شود. برای مثال در اروپای قرون وسطی نجیب زادگان هم به مسیحیت و هم به آیین سلحشوری اعتقاد داشتند. یک نجیب زاده معمولی صبح به کلیسا می‌رفت و به سخنان کشیش در مورد زندگی قدیسان گوش می‌داد. کشیش از باطل اباطیل سخن می‌گفت که همه چیز باطل است. ثروت و لذت و شهوت و شرف
و افتخار وسوسه‌های خطرناکی هستند. شما باید فراتر از اینها بروید و از مسیح پیروی کنید. همانند او فروتن باشید و از خشونت و اسراف بپرهیزید و اگر مورد تهاجم قرار گرفتید گونه دیگر خود را پیش بیاورید. وقتی نجیب زاده آرام و سربزیر و غرقه در فکر به خانه باز میگشت، بهترین جامعه ابریشمی‌اش را به تن میکرد و به ضیافت قصر فرمانروایش میرفت. در آنجا شراب همچون آب سبیل بود و خونیاگر نغمه عشق لانسلوت و گوینور را سر میداد. میهمانان فکاهیات رکیک و قصه های خونین جنگی برای هم تعریف میکردند. بارونها صراحتاً میگفتند بهتر است بمیریم اما با سرفکندگی زندگی نکنیم. اگر کسی شرف و نامنی که شما را زیر سوال برد، فقط خون است که میتواند ننگ توهین را بشوید. و چه چیزی در زندگی بهتر از این است که ببینید دشمنانتان از مقابل شما میگریزند و دختران قشنگشان به پایتان میافتند و به خود میلرزند. این تناقض هرگز به طور کامل برطرف نشد، اما همچنان که نجبا و روحانیون و عوام اروپا با آن دست و پنجه نرم می‌کردند، فرهنگشان تغییر می‌کرد. یکی از تلاش‌ها برای پیدا کردن راه حل به جنگ‌های صلیبی منجر شد. در جنگ صلیبی شهسواران می‌توانستند دلاوری نظامی و ایمان و وفاداری دینی خود را نشان دهند. همین تناقض سبب ایجاد فرقه‌های نظامی مثل شهسواران پرستشگاه و شهسواران مهمان نواز شد که می‌کوشیدند آرمان‌های مسیحیت و جوانمردی را هرچه بیشتر با هم پیوندند. همین تناقض باعث بانی بخش بزرگی از هنر و ادبیات قرون وسطی مثل داستان‌های شاه آرتور و جام مقدس نیز بود. درباره کاملات چه چیزی بود جز تلاشی برای نشان دادن اینکه شهسوار خوب میتواند و باید مسیحی خوبی هم باشد و مسیحیان خوب بهترین شهسواران هستند. نمونه دیگر نظم سیاسی مدرن است. بعد از انقلاب فرانسه مردم سراسر دنیا به مرور به این باور رسیدند که برابری و آزادی فردی ارزش‌های اساسی هستند. اما این دو ارزش یکدیگر را نقض می‌کنند. برابری فقط با محدود کردن آزادی ثروتمندترها قابل تحقق است. تضمین کردن اینکه هر فردی آزاد است و هر کاری که می‌خواهد انجام دهد به ناگزیر برابری را محدود می‌کند. تمام تاریخ سیاسی جهان از 1789 را می‌توان سلسله تلاش‌هایی برای حل این تناقض دید. هر کسی که داستانی از چارلز دیکنز خوانده باشد می‌داند که رژیم‌های لیبرال اروپای قرن 19 به آزادی‌های فردی اولویت می‌دادند. حتی اگر به این مفهوم بود که خانواده‌های فقیر به زندان بیفتند و کودکان بی سرپرست راه دیگری به جز روی آوردن به جیب‌بری نداشته باشند. همه کسانی که رمانی از الکساندر سولجنیتسین را خوانده باشند می‌دانند که آرمان برابری طلبانه کمونیسم چگونه به استبداد خشنی منجر شد که می‌کوشید تمام عرصه‌های زندگی روزمره را کنترل کند. سیاست آمریکای معاصر نیز حول همین تناقض می‌گردد. دموکرات‌ها خواهان جامعه برابرتر هستند، حتی اگر به معنای بالا بردن مالیات‌ها برای فراهم آوردن هزینه کمک به افراد کم بضاعت و پیر و ضعیف باشد. اما این تجاوز به آزادی افرادی است که می‌خواهند پولشان را به دلخواه خودشان خرج کنند. چرا باید حکومت مرا مجبور به خریدن بیمه بهداشت و درمان کند در حالی که خودم ترجیح میدم این پول را برای تحصیل فرزندانم هزینه کنم؟ از طرف دیگر جمهوری خواهان می‌خواهند آزادی فردی را به بالاترین حد برسانند، حتی اگر به قیمت افزایش فاصله درآمد فقیر و غنی باشد و بسیاری از آمریکایی‌ها استطاعت پرداخت هزینه‌های درمانی خود را نداشته باشند. درست همانطور که فرهنگ قرون وسطی موفق به منطبق کردن جوانمردی و مسیحیت نشد، جهان امروز هم موفق به انطباق برابری و آزادی نشده است. اما این عیبی نیست. این گونه تناقضات بخش جدایی ناپذیر همه فرهنگ هاست. در حقیقت این تناقضات نیروی محرکه فرهنگ ها و باعث خلاقیت و پویایی گونه ماست. همانطور که با هم نواخته شدن دو نوت متضاد موسیقی باعث تحول قطعی موسیقی می شود، اختلاف در افکار و ایده ها و ارزش ها ما را ملزم به تفکر و ارزیابی مجدد و نقادی می کند. ثبات بستر خشک مغز هاست. اگر تنش‌ها و تضادها و معماهای حل ناشدنی چاشنی هر فرهنگی است، پس هر انسانی که به فرهنگ معینی تعلق دارد باید عقاید ضد و نقیض داشته باشد و بین ارزش‌های آشتی ناپذیر دست و پا بزند. این خصلت بنیادی هر فرهنگی است و حتی نامی هم دارد: ناهمنوایی شناخت. ناهمنوایی شناخت اغلب نوعی درماندگی روحی انسانی قلمداد می شود، اما در حقیقت موهبت بزرگی است. اگر مردم قادر به داشتن باورها و ارزش‌های ضد و نقیض نمی بودند، شاید امکان قوام یافتن و حفظ هیچ فرهنگ انسانی وجود نمی داشت.
به عنوان مثال، اگر فردی مسیحی بخواهد مسلمانی را درک کند که به مسجد می رود، نباید به دنبال مجموعه ارزش‌های بی‌عیب و دست نخورده‌ای بگردد که هر مسلمانی گرامیشان می دارد، بلکه باید در جستجوی نقاط ضد و نقیض فرهنگ اسلامی باشد، یعنی آن فضاهایی که احکام با هم در ستیزند و معیارها در کشمکش. مسلمان‌ها را درست در نقطه تلاقی میان دو امر واجب بهتر می توان درک کرد. هزاره اول قبل از میلاد شاهد ظهور 3 نظم جهانی بالقوه بود که پیروانشان می توانستند برای اولین بار همه جهان و تمام نژاد بشر را به صورت یک کل واحد تابع مجموعه قوانینی مشترک بپندارند. هر کسی حداقل به طور بالقوه ما محسوب می شد و آنها دیگر وجود نداشت. اولین نظم جهانی که ظاهر شد اقتصادی بود، نظم پولی. دومین نظم جهانی سیاسی بود، نظم امپراتوری. سومین نظم جهانی مذهبی بود. نظم ادیان جهانی مثل بودیسم، مسیحیت و اسلام. سوداگران و فاتحان و پیامبران اولین کسانی بودند که موفق شدند از دوگانه تکاملی ما علیه آنها فراتر روند و نیروی بالقوه وحدت بشر را پیش بینی کنند. برای سوداگران همه دنیا بازاری واحد بود و همه انسانها مشتریان بالقوه بودند. سوداگران کوشیدند نظمی اقتصادی مستقر کنند که همه را در هر کجا که بودند در بر گیرد. برای فاتحان تمام دنیا یک امپراتوری واحد بود و همه انسانها اتباع بالقوه‌اش بودند و برای پیامبران تمام دنیا حاوی یک حقیقت بود و تمام انسانها مؤمنانی بالقوه بودند. آنها هم می‌کوشیدند تا نظمی را برپا سازند که برای همه کس در همه جا مناسب باشد. در طی 3000 سال اخیر انسانها تلاش‌های بلند پروازانه بسیاری کردند تا این چشمانداز جهانی را تحقق بخشند. 3 فصل بعدی کتاب نشان خواهد داد که چگونه پول و امپراتوری‌ها و ادیان جهانی گسترش یافتند و چطور پایه‌های وحدت جهان امروزی را بنا کردند. ما با داستان بزرگترین فاتح تاریخ شروع خواهیم کرد که قدرت مدارا و سازگاری خارق العاده‌ای داشت تا بتواند از انسانها مریدانی سرسخت بسازد. این فاتح پول است. مردمانی که خدایشان یکی نیست و از پادشاهی یکسان اطاعت نمی کنند بی اندازه شایقند که از پول یکسان استفاده کنند. اسامه بن لادن علیرغم تمام نفرتش از فرهنگ آمریکا، دین آمریکا و سیاست آمریکا شیفته دلارهای آمریکایی بود. چطور پول توانست موفق شود در حالی که خدایان و شاهان نتوانستند؟ شکارگر خوراکجویان پول نداشتند. هر گروه شکار می‌کرد، غذا گرد می‌آورد و تقریباً هر چیزی را که لازم داشت تولید می‌کرد. از گوشت گرفته تا دارو، از صندل تا جنبل و جادو. گروه‌های مختلف احتمالاً در کارهای مختلف تخصص می‌یافتند، اما کالاها و خدمات خود را در اقتصادی مبتنی بر التفات و التزام به اشتراک می‌گذاشتند. یک تکه گوشت رایگان متقابلاً با چیزی مانند کمک پزشکی جبران می‌شد. گروه از نظر اقتصادی خودکفا بود. فقط بعضی اقلام کمیاب مثل صدف دریایی، سنگ آتشفشانی، رنگدانه و چیزهای از این قبیل که در محل یافت نمیشد از گروه‌های خارجی خریداری میشد. این کار معمولاً به صورت داد و ستدی پایاپای انجام میگرفت. ما به شما صدف دریایی قشنگ میدهیم و شما به ما سنگ چخماخه با کیفیت میدهید. این شکل داد و ستد با آغاز انقلاب کشاورزی تغییر چندانی نکرد. اکثر مردم کماکان به زندگی در جامعه‌های کوچک و صمیمی ادامه دادند. هر روستا همانند یک گروه شکارگر خوراکجو یک واحد اقتصادی خودکفا بود که با التفات و التزام متقابل و تا حدی هم داد و ستد با بیرون از جامعه خودی حفظ می‌شد. یکی از روستایان احتمالاً به طور مشخص در ساختن کفش و دیگری در ارائه خدمات درمانی مهارت می‌یافت. به این ترتیب روستایان می‌دانستند در صورت نیاز به کفش یا هنگام ناخوشی به چه کسی مراجعه کنند. اما روستاها کوچک بودند و اقتصادشان محدود بود. به این دلیل کفاش و پزشک تمام وقت وجود نداشت. ظهور شهرها و پادشاهی‌ها و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل فرصت‌های تازه‌ای برای تخصصی شدن به همراه آورد. در شهرهای پرجمعیت حرفه‌های تمام وقت نه فقط برای کفاشان حرفه‌ای و پزشکان بلکه همچنین برای نجاران و کشیشان و سربازان و حقوقدانان به وجود آمد. روستاهایی که به تولید شراب و زیتون یا سرامیک‌های مرغوب معروف شدند دریافتند که می‌توانند فقط در آن زمینه معین تخصص یابند و با جوامع دیگر معامله کنند و به این صورت کالاهای مورد نظرشان را تهیه کنند. کار بسیار معقولی بود. آب و هوا و خاک در مناطق مختلف متفاوت است. چرا انگور متوسطی را که در باغچه حیات خلوت خود عمل آورده‌ای می‌خوری در حالی که می‌توانی نوع مرغوب‌ترش را بخری که در خاک و در شرایط اقلیمی بسیار مناسب‌تری تولید شده است؟
اگر خاک حیاط خلوت خانه‌ات برای ساختن گلدان‌های محکم‌تر و زیباتر مناسب است، می‌توانی با دیگران معامله کنی. علاوه بر این، از پزشکان و وکلا که بگذریم، سفالگران و خماران تمام وقت هم می‌توانند تخصصشان را برای مصلحت همگانی افزایش دهند. اما تخصصی شدن مشکل ایجاد کرد. چطور می‌توان تبادل کالاها میان متخصصان را اداره کرد؟ هنگامی که شمار عظیمی از افراد غریبه بخواهند با هم همکاری کنند، اقتصاد مبتنی بر لطف و التزام جوابگو نیست. کمک بلاعوض به خواهر یا همسایه جای خود را دارد، اما اگر به ناآشنایانی کمک کنیم که شاید هرگز لطف ما را جبران نکنند، قضیه بسیار متفاوت خواهد بود. میتوان به داد و ستد پایاپای بازگشت، اما مبادله پایاپای فقط وقتی مؤثر است که معامله بر سر مجموعه محدودی از تولیدات باشد و نمیتوان آن را مبنای اقتصادی پیچیده قرار داد. برای درک محدودیت‌های مبادله پایاپای، تصور کنید که مالک یک باغ سیب در تپه‌ای هستید که شیرین‌ترین و ترترین سیب‌های منطقه در آن عمل می‌آید. در باغ خود آنچنان سخت کار می‌کنید که کفش‌هایتان پاره می‌شود. بعد الاغ خود را به گالی می‌بندید و راهی بازار شهر در حاشیه رودخانه می‌شوید. همسایه‌تان گفته است که یک کفاش در جنوب بازار برایش یک جفت پوتین بسیار محکم دوخته است که بیشتر از 1 سال برایش کار کرده. مغازه کفاش را پیدا می‌کنید و در ازای کفشی که احتیاج دارید مقداری از سیب‌هایتان را به او پیشنهاد می‌کنید. کفاش مردد است. در ازای دستمزد چقدر سیب باید از شما طلب کند؟ او هر روز با 10 مشتری روبرو می‌شود که بعضی از آنها با خود کیسه‌های سیب به همراه دارند، در حالی که تعداد دیگر گندم یا بز یا پارچه می‌آورند، هر کدام با کیفیت‌های متفاوت. و باز عده دیگر تخصص خود برای نوشتن عریضه به شاه یا درمان کمردرد را پیشنهاد می‌کنند. آخرین باری که کفاش در مقابل کارش سیب گرفت 3 ماه پیش بود و او 3 کیسه سیب طلب کرده بود، یا شاید 4 کیسه. اما